به وقت پرگر رسیده است و هر روز در همین وقت ما بینندگان عزیز برای شما در چند دقیقه سرخط خبرهای روز رو میگم و البته منتظر همه شما عزیزان خواهیم بود در پخش مستقیم برنامه خبری که ساعت 1 به وقت پرگ، ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو تقدیم شما می شود و پیش میگم که موضوع زیاد داریم و بعضی موضوع ها از قبیل اون موضوعی هستند که شما درباره اون از ما زیاد سوال میکنید. بعض ارولچویشون باور نداریم با گذشت 3 روز از هلاکت 14 محبوس توجیک پیوندان آنها به فرضیه مقامات با شبهه می‌نگرند. برخی از آنها میگویند در بدن این محبوسان آثارهای زخمی را مشاهده کردند و این مانند بعض ارولچوی از نان نبود. در برنامه امروز صحبت پیوندان یکی از این محبوسان را پیشنهاد شما خواهیم کرد. نگرانی نزدیکان محبوسان هلاک شده از مرگ مرموز آنها در حالی است که وزارت کارهای داخلی میگوید تا امروز هیچ یک از نزدیکان این محبوسان با آنها با شکایت مراجعت نکرده است. گرمی می آید در تاجیکستان و هواشناسان تا 45 درجه بالا رفتنی دمای هوا را پیشگویی کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده الکی بر رژیم آماده باش گذاشته است، اما طوری مشاهده می شود گرمی در برابر زیاد کردن قربانی های آبوزی در کل دریاهای تاجیکستان همچنین باعث آمدن سیل نیز شده است. از جمله در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان ضرر سیل را ساکنان نوار برداری کردند و در اختیار آزادی ویدیو گذاشتند که در برنامه خبری برای شما حتما نمایش میدیم. حربیان تاجیک و چین در ناحیه اشکوشیم جمع میشوند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در آخر همین ماه در حال برگزار خواهد شد که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. هرچند آن هرگز تلاش حمله با مرز را نکرده است، از طرف کشورهای منطقه خطر دانسته می شود. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرامی مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبی اویغورها نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افراطگرایی قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه را امضا کرده است. تشکر که پسری مرا کشتید و یا منتداری پدر از نیروهای امنیتی چچنستان که پسرش را که با تروریسم متهم بود قتل کرده. در چچنستان امکان دارد خویش و تبار برای عملکرد نزدیکانشان به جوابگری کشیده شوند. آنها را میتوانند از جمهوری بدرقه کنند و یا خانه‌هایشان را آتش زنند. بعضی اعضای اوله ها از همین خاطر مجبورند نزدیکانشان را در مظهر عام محکوم کنند تا جان به سلامت برند. گزارش داریم در این زمینه که در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر پیشنهادی شما خواهد شد. بینندگان عزیز و یک گزارش هم داریم درباره ایستگاه‌های شهر دوشنبه که در 2 سال اخیر ساخته شده است. برخی شهروندان این ایستگاه‌ها را ناقلای می‌دانند، اما بعضی دیگر برعکس میگویند عیب نه در ایستگاه‌ها بلکه در فرهنگ مسافران است. به هر حال اگر شما بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری ما را همراهی کنید می‌توانید صحبت‌های شهروندان را در این زمینه تماشا کنید. و چند مطلب دیگر نیز هست که البته ما فکر میکنیم تا شروع برنامه خبری تفصیلاتش رو خواهیم در دست داشت و برای شما پیشنهاد میکنیم یادتون نرود در همین جا در پخش مستقیم در آزادی ویدیو ما رو میتوانید تماشا کنید بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر. تا اون وقت روزی خوب داشته باشید و سپاس که ما رو دائم همراه هستید.